خب تا حالا زیر کامیون‌ها یا مثلا جیپ‌های قدیمی رو نگاه کردین؟ اون ورقه‌های فلزی خمیده که روی هم چیده شدن دقیقاً همون فنرهای برگی هستن. یه سیستم قدیمیه اما واقعاً جون سخت و ارزونه که اصولاً برای تحمل بارهای سنگین و گرفتن ضربه‌های جاده ساخته شده. اول اینکه ساختارش چطوریه؟ فکر کنید چند تا خطکش فلزی که یکم خم شدن رو گذاشتن روی هم. معمولاً بلندترینشون بالا قرار میگیره و کوتاه‌ترها پایین‌تر. این لایه‌ها با یه سری پیچ و بست مثل گیره محکم به هم وصل میشن تا کلش با هم کار کنه، وزن ماشین رو تحمل کنه و به شاسی منتقلش کنه. دوم وظیفش چیه؟ خیلی ساده است. یکی اینکه وزن خود ماشین رو نگه می‌داره و از اون مهمتر ضربه‌هایی که از دستاندازهای جاده میاد رو جذب میکنه تا اتاق ماشین کمتر بالا و پایین بشه. شاید به نرمی سیستم‌های تعلیق ماشین‌های امروزی نباشه، ولی دقیقاً به خاطر همین سادگی و استحکامشه که هنوز برای ماشین‌های کاری و سنگین انتخاب اوله. و نکته آخر، چطور کار میکنه؟ ببینید وقتی چرخ ماشین میفته توی چاله یا میره روی دستانداز، این فنرها مثل یک کمک فنر خیلی قوی اما ساده خم میشن و انرژی ضربه رو میگیرن. بعدش دوباره به شکل اولشون برمیگردن. جالبه که اصطکاک طبیعی که بین خود این لایه‌های فلزی وجود داره هم کمک میکنه این انرژی زودتر از بین بره. نتیجهش چیه؟ هم ماشین کمتر آسیب میبینه، هم شما کمتر تکون میخورید. پس در کل سیستم تعلیق فنر برگی با وجود سادگی و قدیمی بودنش به خاطر دوام بالا و کارایی خیلی خوبش توی تحمل وزن هنوز یه بخش خیلی مهم و کلیدی تو دنیای ماشین‌های سنگینه.